یه تعدادی از فن‌هاش رو دعوت میکنه خونه خودش. البته ما فکر میکنیم تنها بود، ما که پشت دوربین نبودیم، نمیدونیم کی فیلمو گرفته بود. جایزه بهترین آهنگ جهانی رو گرفت. باحال‌ترین کسایی بودن که تو اون مهمونی حضور داشتن. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دیارم و توی این ویدیو قراره راجع به اتفاقات هفته گذشته کیپاپ با هم دیگه صحبت کنیم. Welcome to first episode of K-pop Roundup. اسم این سری ویدیو رو میخوام بذارم کیپاپ راونداپ. راونداپ یعنی جمع‌بندی، کیپاپ راونداپ یعنی جمع‌بندی کیپاپ. می‌خوایم اتفاقاتی که توی یک هفته گذشته توی کیپاپ افتاده رو جمع‌بندی کنیم و راجعش صحبت بکنیم. من عینکمو بزنم چون نمیبینم اینجوری. اتفاقاتی که توی یک هفته گذشته افتاد: آهنگ وینتر اهد تهیونگ اومد بیرون، با پارک یوشین خوندش. آهنگ کریسمسیه، خیلی وایب کریسمس داره، خیلی قشنگ و باحال و بامزه است، یه وایب خیلی خوب و قشنگی داره و یه حالت جاز تور داره. خود تهیونگ گفت که من خیلی دوست داشتم که آهنگ جاز انجام بدم و بالاخره تونستم این کارو بکنم و خودمونم میدونیم دیگه چقدر تهیونگ عاشق جازه و آلبومش هم سعی کرده بود که به جاز خیلی نزدیک باشه. یا مثلا یه بار رفته بود یه کافه‌ای، یادتونه اون موقعی که تازه فکر کنم با سلین قرارداد بسته بود، رفته بود یه کافه‌ای توی پاریس، یه آهنگ جازی داشت میرقصه، همه داشتن کاپلی میرقصیدن ولی تهیونگ داشت تنهایی میرقصید. البته ما فکر میکنیم تنها بود، ما که پشت دوربین نبودیم، نمیدونیم کی فیلمو گرفته بود. این آهنگ تهیون. بعدی روزی رفته بود ژاپن برای مراسم ماما یا MAMA، جایزه بهترین آهنگ جهانی رو گرفت. با برونو مارس دوتایی شرکت کردن. البته این اتفاق واسه هفته قبل تره. اینا که میگم میگم که چرا رفته بود ژاپن. پرنده هم بهتون سلام میکنه. برای مراسم ماما رفته بود، با هم دیگه اجرا کردم با برونو مارس. خیلی خفن بود، یعنی خفن ترین اجرای ماما بود، اصلا بدون هیچ شکی خفن ترین اجرا بود و پررنگ ترین و باحال ترین کسایی بودن که تو اون مهمونی حضور داشتن. به نظر من برونو مارس که خب برونو مارس، ما اصلا با کاری نداریم، در کنار روزی اصلا یه ترکیب خیلی خفنی شده بودن و اصلا نگم براتون. اینا رو گفتم که بگم بعد از مراسم ماما روزی توی ژاپن یه مهمونی آلبومی لیسنینگ پارتی یعنی یه مهمونی که قبل از انتشار آلبوم خواننده چند تا از فناشو دعوت میکنه، با هم دیگه میشینن آهنگو گوش میدن، یا مثلا دوستاش رو دعوت میکنه، یا بیشتر توی کیپاپ اینجوریه که دوستاشون رو و مثلا دنسرها و استاف و اینا رو دعوت میکنن، فنها رو خیلی دعوت نمی‌کنن. حالا به خاطر مسائلی که توی کره هست و یه ذره فنای تعصبی و اینا وجود داره و ممکنه مثلا آهنگا رو لیک کنن و اینا، ولی تو هالیوود خیلی این هست. مثلا تیلور سویفت همیشه دعوت میکنه خونه خودش، قبل از انتشار آلبومش یه تعدادی از فنهاش رو دعوت میکنه خونه خودش، با هم دیگه گوش میدن. حتی یکی از فنهای مسلمونش رو دعوت کرده و خیلی وایرال شده بود که آره تیلور به همه فناش اهمیت میده و اینجور حرفا. و روزی هم اومد این کار کرد، یعنی به سبب هالیوودی پیش رفت و اومد توی کره همه فنهاشو، یه تعدادی از فنهاشو، قطعا همه فناش اونجا جا نمیشدن. حالا من عکسای مربوط به اون مهمونی رو هم توی استوریا گذاشتم، هم توی این ویدیو براتون میذارم. فنها جمع شدن، با هم دیگه آهنگا رو گوش کردن و کلی نظرات خوب راجبش دادن، یعنی همشون گفتن که آهنگا فوق‌العاده بود، عالی بود، خیلی تعریف کردن. آهنگایی که خیلی ازشون تعریف کرده بود، حالا جدای از APT، اون موقع هنوز نامبر وان گرل هنوز نیومده بود بیرون، از نامبر وان گرل و تاکسیک تیل دی اند خیلی تعریف میکردن و میگفتن که خیلی با احساس و قشنگه. و همینطور هم شده نامبر وان گرل رو که ما گوش داریم میدیم که خیلی عالیه و تاکسیک تیل دی اند. الان من میخوام تظاهر کنم که آلبوم روزی هنوز نیومده بیرون چون که آلبوم روزی اومده بیرون الان، یعنی من صبح که بیدار شدم آلبوم روزی اومده بود بیرون، همه آهنگاشو گوش کردم و همش خفن بود، یعنی یه دونه آهنگ بد توی این آلبوم نبود. یا یه دونه آهنگی مثلا بگی که این نسبت به بقیه مثلا خوب نیست، مثلا این یکی بهتره، نه، همشون عالی بودن، همشون فوق العاده بودن. میخوام راجع به آلبوم روزی ویدیو جدا ضبط کنم. یه بار فقط همه آهنگاش، یه بار یا دو بار همه آهنگاشو گوش دادم و هنوز نمیتونم دقیقاً حتی لیریکساش هم نرفتم سرچ کنم که دقیق همه لیریکساشو بفهمم که چی داره میگه. بخاطر همین میخوام یه ویدیو جداگانه راجع به آلبوم روزی ضبط کنم اگه خدا بخواد و توش راجعش با هم دیگه صحبت کنیم. تو استوریا و اینا میخوام کلی راجعش صحبت کنیم، بعد بیام توی یوتیوب کامل راجعش
صحبت بکنم. خلاصه که آره لیسنینگ پارتی توی سئول گرفت، هم توی ژاپن گرفت. یه سری لیسنینگ پارتی های دیگه هم در سراسر جهان برگزار شد، ولی خب خود روزی توش حضور نداشت. همینجوری فنا دور هم دیگه جمع شدن و یه سری مثلا هدایایی بهشون داد، فوتوکارت بهشون داد، مثلا یه آلبوم امضا شده‌ای، پذیرایی و اینا هم که قطعا بود. کیک سئولش و کیک ژاپنش من دیدم، کیک سئولش خیلی باحال بود. روزی بود، یعنی هر کدوم از حرفاش آر مثلا توی ظرف جدا بود، او توی ظرف جدا، اینجوری و اینجوری میرفتن میبریدن میخوردنش. خیلی باحال بود، داشتن روزی رو میخوردن. بعد از این یه اتفاق خیلی باحال دیگه که افتاد، تهیون با لی جونگ لی، یکی از دنسرهای خفن کیپاپ که کوریوگرافر بلک پینک هست، برای لیسا کوریوگرافی طراحی کرده، واسه BTS، واسه هر کی بگین، هر کیو که بگین لی جونگ لی نقش داشته. یکی از خفن ترین های دنس کیپاپه. با تهیون با هم دیگه یه آهنگو کاور کردن و رقصیدن با هم دیگه، 2 تا دنسر خیلی خفن. بعد تهیون یه سری تغییراتی کرده بود دوستان، متوجه این چی دارم میگم دیگه، و یه حالت مثلثی شد. تهیون اینجوری نبود، تهیون اندامش مستطیلی بود، یعنی اینجوری بود. خب الان اینجوری شده به چشم برادری. آره و خیلی خوبم رقصیده، مثلا آهنگش هم یه ذره چیز بود و خیلی خوب بود. لی جونگ لی رو هم من خیلی دوست دارم چون خیلی خفن میرقصه، مثلا دنس کاوراش و اینا عالیه. خلاصه 2 تا کراش در یک قاب بودن، یادم نمیدونست کدوم انتخاب کنم. خبر بعد این که روزی برای پروموشن آلبومش و آهنگاش توی برنامه دسیزن شرکت کرد. دسیزن موجیش یونگجیه، هم که توی ماما هم مجری بود، هم جایزه برد و اینا. خیلی مجری خفنیه، خیلی بامزه است، با کل کیپاپ دوسته، همون که با دیو بیف دارم با هم دیگه، یعنی دیو اکسو خیلی سر به سرش میذاره و با هم آهنگ خوندن You got a smug fantasy، با هم آهنگ خوندن و دیو خیلی سر به سرش میذاره و اذیتش میکنه و اینا، و خیلی آدم کلا بامزه. لیسا توی برنامه یوتیوبش رفته بود، جیسو موقعی که فلاور اومد توی برنامه یوتیوبش رفته بود. کلا با همه کیپاپ خیلی دوست، مثلا با یونجون چالش دنسش رو رفتن، اصلا خیلی باحاله. یه برنامه‌ای هم داره که آیدل ها رو، خواننده ها و اینا رو همه رو میاره و توش آهنگ اجرا میکنن، خودش باهاشون اجرا میکنه، خیلی باحاله. با روزی هم آهنگ APT رو با هم دیگه اجرا کردن، خیلی باحال بود. اجراش هم اونجا خیلی قشنگ بود، لباسی که پوشیده بود خیلی نقدهای مثبتی گرفت، خیلی هم قشنگ بود، شیک بود، به آلبومش خیلی میومد، به فاز آلبومش میومد، قشنگ فکر شده بود. و همین که یه ذره میگفتن که توپلتر شده و توپلتر، نمیدونیم توپلتر نشون داده میشد چون لباسش یه حالت چارخونه طوری بود و چارخونه کلا آدمو توپلتر نشون میده. و ابراز خوشحالی کردن فن‌ها که روزی داره به بدن سالمش برمیگرده و حالش داره بهتر میشه. خبر بعدی، سلین، برند سلین که تهیون سفیرشه، قبلا لیسا سفیرش بود، دنیل نوجین سفیرشه، پارک بوگوم دوست تهیون سفیرشه، سوزی بازیگر و آیدل سابق سفیرشه. خلاصه یه فروشگاهی توی سئول افتتاح کرد و برندها اینا اینجوری ان که برندهای خیلی بزرگ وقتی میخوان یه فروشگاهی رو باز بکنن، افتتاحش بکنن یا حالا مثلا یه مراسم خاصی بگیرن، سفیرهاش توی اون کشور رو یا مثلا حالا یه سفیرای جهانیش یا اینفلوئنسرها یا هر کس رو به مهمونی دعوت میکنن، هم پروموشن اون فروشگاهه باشه، همین که خب یه اینتراکشنی با سفیرشون داشته باشن دیگه. و تهیون هم توی مراسم دعوت شده بود و یه کت شلوار بابا بزرگی خیلی قشنگ پوشیده بود، خیلی بهش میوه، خیلی بامزه. بذاریم ببینم صدام داره ضبط میشه، چک بکنم صدام اگه ضبط نشه واقعا. آره داره ضبط میشه، خدا رو شکر. خیلی بامزه بود، یه حالت شبیه دیپلمات‌های ایران بود. کراوات بذاریم ببینم پوشیده بود، نه کراوات پوشیده بود و از یقه آخوندی پوشیده بود، خیلی بامزه بود. بعد لیسا هم توی مهمونی بولگاری شرکت کرد، خیلی لباس قشنگی پوشید، خیلی لباس قشنگی پوشیده بود، حالت ماهی طور داشت. ایرانی قبلا میگفتن دامن ماهی، به حالت پری دریایی، مرمید بهش میگن دیگه توی فشن، و خیلی قشنگ بود. و میدونینم که بولگاری خب برند جواهرات دیگه، و برندهای جواهرات توی فشن شوهاشون، حالا مهمونیشون، هر چیشون سعی میکنن که لباسهای ساده‌ای انتخاب بکنن برای اون مهمونشون، یه لباس خیلی ساده و
شیک باشه که لباسه به چش نیاد، اون جواهرات به چش بیاد. مثلا حالا برند میکاپ باشه، برند جواهرات باشه، چیزی غیر از لباس اگه باشه سعی میکنن که لباسه در عین اینکه قشنگه و شیکه خیلی تو چش نباشه که اون جواهرات به چش بیاد. اون خیلی مهمه. و لباس لیسا هم خیلی قشنگ بود، شیک بود، لباس شیری طور بود و بک‌گراند اون مهمونی هم کلا نارنجی بود، یه نارنجی خیلی خوش رنگی بود و قشنگ لیسا اون وسط میدرخشید، اینجوری نور میداد از خودش بیرون، خیلی قشنگ بود دیگه. خلاصه بعد لیسا برای مجله ووگ تایلند هم فوتوشوت رفت، فوتوشوت خیلی باحال و خیلی قشنگی بود. سبکشون سبک اسپورت بود، سبک لباسایی که پوشیده بود خیلی زرقی برقی و اینا نبود و پروموشن هم نبود چون هنوز مونده تا آلبوم لیسا بیاد بیرون. خیلی لباسای یه حالت اسپورتوری داشت و این توی کره جنوبی هم برف اومده بود، اولین برف سال اومده بود. چی بهش میگن؟ نون چی، یا اسم خاصی داره که کره خیلی اعتقاد داره، مثلا جوان‌ترا اعتقاد دارن که مثلا اگه تو این روز کنار عشقت باشی به عشقت میرسی و اینها خیلی براشون چیز مهمیه و استوری و اینا میذارن. لیسا هم یه دونه استوری گذاشت از این گوله برفی اردکیا درست کرده بود و زیباترین زنان دنیا انتخاب شدن به انتخاب یه مجله. بریم وقتی میگیم زیباترین زن جهان، از یه مجله میاد این رو انتخاب میکنه، منظورش این نیست که از همه نظر این زن زیباتر. اینو بارها من گفتم که یه مجله مثلا میاد زن سال انتخاب میکنه، مرد سال، خواننده سال، فلان، اینا رو که میاد انتخاب میکنه از نظر اون مجله و از نظر مخاطبان اون مجله است. پس اگه مثلا یهو کسی که شما دوستش داری نفر اول نشد، اصلا تو 10 نفر اولم نبود، دلیلش این نیست که اون کسی که شما دوستش داری زیبا نیست یا مثلا جذاب نیست. نه، مخاطبان اون مجله کسایی بودن که این آدم رو جذاب ندونستن. خب ندونن دلیل نمیشه که این آدم جذاب نباشه. مثلا مجله GQ فکر کنم یا مجله W کره اومده بود یونجون رو به عنوان مرد سال انتخاب کرده و همین گفتن که نه مثلا فلانی رو چرا انتخاب نکردن، هیونجین رو چرا انتخاب نکردن، مثلا تهیونگ و جونکوک رو چرا انتخاب نکردن. ببین از نظر اون مجله است. حالا نه اینکه بخوایم بگیم یونجون لیاقتش رو نداشت، قطعا داشت، آلبوم داد، اجراهای خیلی خفنی داشت، چالش‌های خیلی خفنی داشت، آلبوم گروهی داد، آلبوم سولو داد بیرون، ولی دلیل بر این نمیشه که مثلا هیونجین لیاقتشو نداشته باشه. نه، از نظر اون مجله این نظر وجود داشته و این اتفاق وجود داشته. دلیل بر این نمیشه که گارد بگیرید و بگید نه چرا اینجوریه فلانه. نه، مرد سال یه نفر نیست. از نظر شما خودت میتونی، من الان میتونم یه مجله بزنم باز خودم مرد سال، زن سال انتخاب کنم، هیچ کس هم نمیتونه به من بگه که نه تو اشتباه داری میکنی. از نظر من این آدم بهترینه، از نظر من این آدم زیباترینه. پس خیلی از باب این گارد نداشته باشه. حالا انتخاب یه مجله، حالا مخاطباش بیشتر صدا میکنه، یه مجله نه مخاطباش کمتره، خیلی کسی متوجه نمیشه. این مجله هم به زیباترین زنان سال رو که انتخاب کرده و بین 10 نفر اول 4 تا از زنان کی‌پاپ حضور داشتن. نفر 8 پارک روزه خودمون از گروه بلک پینک نفر 8 شد. شماره 4 جانگونیونگ گروه آیو. نفر 3 نانسی از مومولند خیلی وقته که دیسبند شد و خیلی فعالیتی نداره، ولی نانسی همچنان همیشه توی 10 نفر اول هست، انقدر که زیبا و جذابه. و نمبر 1 شماره 1 خانم کیم جیسو از گروه بلک پینک که کاملا شایسته و حقه. آره این 4 نفر بین 10 نفر اول بودن. خلاصه که آره میتونیم مثلا بگیم که خوشحال بشیم ولی خیلی هم نباید ناراحت بشیم. مثلا لیسا نبود تو این 10 نفر، یعنی لیسا خوشگل نیست، مثلا جنی نبود، جنی خوشگل نیست، مثلا هر آیدل دیگه. اینا اصلا مهم نیست. هستی مثلا سرگرمیه دیگه، دور همیم یه نفر انتخاب میکنیم، میگیم میخندیم، تموم شد رفت، خیلی چیز جدی نیست. و جین BTS توی ژاپن یه میتینگ کوچولویی با فنهاش داشت، رفته باشون صحبت کرده. فن ساینتور بود، میتینگ نبود. باشون رفته بود صحبت کرده بود و خیلی رابطه قشنگ و باحالی داره جین با طرفدار. خیلی مثلا حالت رفاقتی و مرامی و داشمشتی و اینایی. اینجوری نیست که خیلی خودشو بگیره یا مثلا بخواد فاصله بگیره از فنهاش و اینا. اینجوریه که خب فنا من دیگه، داشیا من. خیلی جدا نمیدونه از خودش که مثلا اینا فنن من آیدلم. نه،
داشتیم همه با هم میگه. و این خبر ناراحت کننده دیگه که داشتیم، کیم یونتان هاپوی تهیون فوت کرد. خیلی وقت بود که مریض بود، فکر کنم 2-3 بارم جراحی قلب داشت، قلبش مریض بود و میدونستیم که به رحمت ایزدی قرار بپیونده. خیلی دوستش داشتیم چون خیلی کیوت و بامزه بود از اول. من اصلا از موقعی که سگ تهیونگو دیدم عاشق این مدل سگا شدم، خیلی بامزه. خب توی آلبوم لیوور تهیونگ هم حضور داشت و احساس می‌کنم که تهیون خودش میدونست که قراره از دستش بده، برای همین سعی می‌کرد که دم آخریا خیلی باشه، توی مثلا موزیک ویدیوهاش باشه. کاور آلبوم یونتان بود و اینها، خاطرات خوبی باهاش ساخت و فن هم خیلی ابراز ناراحتی کردن که رفت و اینا، چون خیلی بامزه و کیوت بود. خبر بعدی که خیلی خبر مهمیه، جی هوپ از گروه BTS قراره سال بعد قبل از کامبک گروهی BTS قراره یک کامبک تکی داشته باشه، یعنی قراره یه آلبوم سولوی تکی داشته باشه قبل از اینکه اون کامبک بمب BTS رو داشته باشیم. بعد آیو قراره تو ژانویه سال بعد کامبک داشته باشه. بچه‌ها ژانویه سال بعد خیلی شلوغه، یعنی یه ماه دیگه قراره پاره بشیم. آیو کامبک داره، استری کیدز یکم قبلترش کامبک داره، میونه جی آیدل قراره آلبوم سولو بده بیرون، اصلا خیلی شلوغه. خبر بعدی این که این خبر قبلا توی استوریا گفته بودن که نایون توایس یکی از آهنگ‌های ورژن کره‌ای موانا رو خونده و خیلی هم قشنگ بود. بچه‌ها حتما به این گوشش بدین. و توی یه اکران خصوصی طور هم نایون حضور داشت و این آهنگ رو رفته بود خونده بود و خیلی باحال بود. خلاصه دیگه این که 21 هم اعلام کردن، اینا البته میدونستیم ولی تاریخ دقیقش رو نمیدونستیم، گفتن که سال 2025 21 قراره کامبک داشته باشن. توی کنسرتشون اعلام کردند این رو. و روزی هم توی برنامه دیگه هم شرکت کرد، اسمش یو کویز آن د بلاک بود. APT رو خوند، نام گرل رو خوند و یه آهنگی که اولین بار توی من هی پایینا نگاه می‌کنم، دارم از گوشی نگاه می‌کنم که خبرها رو داشته باشم همه رو بگم. اون آهنگ که برای اولین بار توی آدیشنش خونده بود، فکر کنم سال 2011 یا 2012 این آهنگ رو کاور کرده بود و با اون آهنگ پذیرفته شده بود، توی وایجی اومد دوباره اون آهنگ رو خوند با گیتار و خیلی خفن‌تر بود، یعنی قشنگ پیشرفتش رو میتونستی ببینی. اون موقع خب آماتور بود، هیچ آموزشی ندیده بود، ولی این سری خیلی خفن‌تر و باحال‌تر و اینها. خبر بعدی این که آلبوم نامجون BTS جزو 100 آلبوم برتر 2024 از نظر مجله رولینگ استونز شد. 100 تا آلبوم برتر رو انتخاب کردن، 100 تا آهنگ برتر رو هم انتخاب کردن. چون آخر ساله بچه، آخر سال 2024 خیلی از مجله ها و سایت ها و اینا دارن بهترین و اینا رو دارن انتخاب می‌کنن و خیلی از این خبر رو داریم که مثلا 10 تا بهترینا، 100 تا بهترینا فلان. بچه یونجون هم مجله GQ بود، الان نگاه کردم اینجا. گونگیو اون آقا خیلی جذابه، تو اسکوید گیم و گابلین یه سریال بازی کرده به اسم دترانک. تا اونجایی که من دیدم و متوجه شدم یه حالت جنایی معمایی طور داره. من که خیلی مشتاقم که ببینم زودتر بیاد بیرون. مثلا اینا رو بگم آخرش میخوام راجع به یه چیز وایت کریسمس کاور آهنگ بین کراسبی تهیونگ انجامش داده هم اومد بیرون. اینم بازی حالت کریسمسی داره، اسمش مشخصه دیگه، وایت کریسمس. و دوباره عکس یونتان اون هست که کلاه کریسمسی گذاشته. تولد جینی BTS بود، دوباره یه حالت داش مشتی طور اینجوری چیز گرفته بود تو دستش، ورقه گرفته بود تو دستش، It's my birthday, it's my birthday. خیلی باحاله، اصلا عاشق این آدمم. بعد دیگه اینا و تموم شد. اینا خبرهایی بود که تو این یه هفته بود. منتظر اپیزود بعدی کیپاپ راوند آپ توی هفته آینده باشید. امیدوارم که هر سری این ویدیوها بهتر بشه و دوست داشته باشیم که با هم دیگه دنبالشون بکنیم. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.